اوکراین با بیش از 100 پهپاد به روسیه حمله کرد. وزارت دفاع روسیه تایید کرد که اوکراین در شب گذشته با 112 پهپاد به مناطق مختلف روسیه حمله کرده است. این وزارت در خبرنامه نوشت پدافندهای هوایی روسیه تمام این پهپادها را بر فراز مناطق روسیه در دریای آزوف و در دریای سیاه رهگیری و سرنگون کردند. در خبرنامه وزارت دفاع روسیه آمده است که سیستم‌های هشدار پدافند هوایی 112 هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی را از نوع بال ثابت را منهدم و رهگیری کردند. طبق ارقام ارائه شده 34 پهپاد بر فراز منطقه روستوف، 31 پهپاد بر فراز منطقه کراسنودار، 12 پهپاد بر فراز منطقه ورنوش، 11 پهپاد بر فراز منطقه ریازان، 5 پهپاد بر فراز منطقه سامارا، 4 پهپاد بر فراز منطقه پنزا، 2 فروند بر فراز منطقه بلوگورد، 1 فروند بر فراز جمهوری کریمه و منطقه لپسک، 11 فروند بر فراز آبهای دریای آزوف و دریای سیاه سرنگون شدند. اوکراین مدت هاست که خواهان آتشبس فوری است، اما روسیه میگوید به دنبال توافق نهایی و پایدار است، نه توقف موقت جنگ. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که مسکو به ادامه مذاکرات صلح با اوکراین امیدوار است، اما در این حال تأکید کرده که روند جنگ به نفع روسیه پیش می رود و تغییر در موضع کرملین ایجاد نشده است. رئیس جمهور روسیه همچنین گفته است که نیروهای این کشور در سراسر خطوط مقدم در حال پیشروی‌اند و در آخرین مورد شهر چاسیف را پس از 16 ماه نبرد تصرف کردند، ادعایی که اوکراین آن را رد کرده است. یک جرگه صلح در خیبر پختونخوا از جنگجویان خواسته است که به افغانستان برگردند. به دنبال ناامنی و درگیری‌های مداوم در خیبر پختونخوای پاکستان، ساکنان منطقه باجور این ایالت در یک جرگه صلح از جنگجویان TTP خواستند که منطقه را ترک کرده و به افغانستان بازگردند. روزنامه دان گزارش داده است که این جرگه روز جمعه 1 آگوست برگزار شده و از جنگجویان تحریک طالبان پاکستان خواسته شده است که پاسخ خود را پس از مشورت با رهبرانشان در افغانستان اعلام کنند. طبق گزارش برخی از اعضای TTP نیز در این جرگه حضور داشتند. این جرگه پس از آن برگزار شد که نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه باجور محدودیت رفت آمد وضع کردند. بر اساس گزارش روزنامه دان، مردم محلی حمایت خود را از نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کردند. در این جرگه شیخ‌ها، نمایندگان احزاب، نمایندگان سیاسی و فعالان حرکت تحفظ پشتون نیز حضور داشتند. پیشتر یک جرگه دیگر در تیرا درخواست مشابهی از جنگجویان TTP مطرح کرده بود. این در حالی است که طالبان حضور رهبران و جنگجویان TTP را در افغانستان انکار می‌کنند. ترامپ تعرفه بر کالاهای وارداتی از افغانستان را به 15% افزایش داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تعرفه‌های جدیدی که بر کالاهای وارداتی ده‌ها کشور جهان وضع کرده، نرخ تعرفه بر کالاهای وارداتی از افغانستان را به 15% افزایش داده است. کاخ سفید نرخ جدید تعرفه‌های وضع شده از سوی آقای ترامپ بر کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف جهان را پنجشنبه اعلام کرد. رئیس جمهور آمریکا پیش از این بر کالاهای وارداتی افغانستان تعرفه 10% وضع کرده بود. بر اساس اعلام کاخ سفید، تعرفه‌های جدید بر کشورهایی وضع شده است که نتوانستند با ایالات متحده به توافق تجاری دست یابند. کاخ سفید گفته است که روند اجرایی این تعرفه‌ها ظرف 7 روز آینده آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ ابتدا در ماه اپریل تعرفه‌های اضافی بر کالاهای وارداتی کشورهای مختلف جهان وضع کرد، اما بعداً روند اجرایی این تعرفه‌ها را برای 90 روز به تعویق انداخت تا کشورها بتوانند مذاکره کنند و به توافق برسند. در این مدت بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر تعرفه‌ها با آمریکا به توافق رسیدند و پس از مذاکرات تعرفه در کالاهای وارداتی از چین نیز از 145% به 30% کاهش یافت. تعرفه‌های وضع شده از سوی دونالد ترامپ بر کالاهای وارداتی کشورها
باعث بی‌ثباتی اقتصاد جهانی و سقوط بازارهای سهام برخی نقاط جهان از جمله آسیا شده است. سفارت ایران روند صدور ویزای زیارتی اربعین را برای شهروندان افغانستان آغاز می‌کند. سفارت ایران در کابل اعلام کرده است که همزمان با آغاز صدور ویزای اربعین کشور عراق برای شهروندان افغانستان روند صدور این ویزاها در نمایندگی‌های قنسولی ایران در افغانستان نیز آغاز خواهد شد. این سفارت روز جمعه 10 اسد با نشر اعلامیه‌ای در ایکس از آغاز روند صدور این ویزاها خبر داده است. سفارت ایران گفته است که ضوابط و شرایط صدور روادید زیارتی اربعین به اطلاع شرکت‌های مربوطه رسانده شده است. این در حالی است که پس از جنگ ایران و اسرائیل و تشدید روند اخراج مهاجران افغانستان از ایران، روند صدور ویزای آن کشور برای شهروندان افغانستان متوقف شده است و تنها تعدادی معدودی از افراد با شرایط بسیار دشوار می توانند ویزا دریافت کنند. شهروندان افغانستان در حال حاضر به سامانه صدور روادید الکترونیکی وزارت خارجه ایران دسترسی ندارند و برای دریافت ویزای این کشور باید با هزینه‌های بیشتر از نرخ معلوم و از طریق شرکت‌های سیاحتی اقدام کنند.